سیرش همیه که حافظا دیگن ما دیگه سوال طرف چپ روست در شعرت میگوی دختر نگو برای چه؟ کابینت دیرکتور دادم من که بعد آن شکم سری دادم من خیلی حیران شدم که یکم برای رادیو دا برآمد کردم تلویزیون داشتم بودم دامرم دا تراله بود فایده مرادی داشت بچه دیر که زدیم اسکور داده سنم ریپ اون ریپ های ما یاد گفتم که چکوم کنید تمارا گوش که مارا غم نتیا تابینا بگی قاتش گام بزا چکوم کن ایرو بگی بگی شالو راست سالو میباریم میگیریم فاسونش میکنیم بعد میگیریم خونه میباریم اصلا کم بخواد اصلا ما آرام قدرت میکنه این دفلیشه ها تو بلوگری کنش نه خیلی داشتم نفهمم میگه شوهر کنی بودم اونتا شوهر سیاست که این سوال چه در داخل دارم چی سواله؟ یه اونم میگو ای با او دیگری تو پدموزی کامیرا و مخلصان عزیز تماشابینان محترم با کانال تاجیکان گروپ ابونه شوید با کانال تاجیکان گروپ ابونه شوید خیر دوستان و عزیزان و مخلصان برنامه چهره آشنا امروز روبرو با شما در صحبت آزاد هستیم با دو چهره شناخته که یکی از آن سابینا دختر زیبا مشهور در شبکه‌های اجتماعی مخصوصا اینستاگرام با نام سابین جان و مهمان دیگری ما هستند نفری که هزاران هزار نفر او را با شوخ طبیعت بودن و سرودهای شوخش میشناسند و احترام و مخلصیش میکنند این هم هستند قدمی قربان واقعا مهمانان امروز ما مخصوصا پس خوش آمدید به برنامه خوش باشه آباد باشه ده خوبی با زمینه‌داری ما با تالاری مبلی خانه من برای همکاری در این برنامه پس شروع میکنیم بخش اولی برنامه چهره آشنا اگر آماده باشید خب سابین جان کمی درباره خود به پرگی معلومات میتونید ببینید از زیرا که اکثرها شما رو با عکس‌ها و ویدیورولیک هایی که مثلا در صفحه‌های اجتماعی خود میگذارید با آنها همان‌ها میشناسم و درباره زندگی حیات و فعالیت کار عموما یگان بار صحبتی آزاد نگذارنده اید خب زاده کجا هستید سمت فعالیت امروزت کجاست کمتر معلومات زاده دوشنبه نگی بسیار در مسکو همونجا زندگی میکنه خاک اصل وطن دوشنبه نگی مسکو در زندگی میکنه که در اون مسکو ما را میشناسن در همونجا ما با اینترنت سر کار گرفتیم خیر اونجا خیلی من رفتم ویتامینش بسیار خیلی بخره بودم خوشم میشه برای همین سابینا زیبا هستن زیبا اما باشه ویتامیناش ما در کم رسید هم کم میشه دیگه میره ببین با روشانی اومد با رنگ نکلیکه شدیم خیر من خونشینم خیلی یکم جا کار نمیکنم خونشینم برای که کم و چم نمیمونم کار کنم خونشینم خیلی بعد امی خونشین که شدی بعد در اینترنت دیگه با اینترنت سرکار بسیار دارم خیلی چند سال شده امی اینترنت اول ادنکلاسنیک فیسبوک بعد اینستاگرام در امی اینستاگرام بالا رفته خیلی من یگان جا تحصیل اینو نداره نه این سماج که علمی خدا دادگی داره این چه گمو طبیعی کن تمام خیلی طبیعتا اگه خیلی که این اگه باید میدونم سوال اگنی را داده من بسیار پیش پرتکی کیسم ساخته دیگه طبیعی دیگه هم دیگه سابینا از کدامی سابینا کدامی از این نفهمیدم سابینا کدامی از اینو ساخته یا طبیعی؟ این طبیعیه ما هر روز سخنش اینه ما یکم با چی میکنم گم میزنم اونم هسته که همون مکتب هم میخونه که سفره نمون نمیره این کامپیوتر نمی چیزورم میره 4-5 سال میخونه نمون سفرش نمیره نکی میگه که یعنی گپوش که
درک همه شفتگی ها؟ همه شاید درون بدرون کامپیوتر هم گفتم شفر کردن. خب تشکر زیاد سبینه. میبینم که شماره مخلصایت در مخصوصا در صفحه اینستاگرام نسبت اکثریت هنرمندان خیلی زیادن. خب سری موفقیت تو در چی است؟ سیرش هم خیلی اینستاگرام سرکار داره. مدت уже 4-5 سال میشه در اینستاگرام. سیرش همیه که حافظا دیگن ما دیگه ایم. ما شوخی داریم، نغمه داریم. حافظا با سر کاری خودشون حافظی میکنن و یا چیزی خودشون ما چیزی خودمون. هر کس بخچه چی داره؟ هر کس طبقه خودشه داره. هر کس بخچه داره. کس بکور خودشه. یعنی از روی همون عکس و ویدیو رولیک‌های شوخی که میگذاره شاید از همین سبب باشه. خب سبینه تو فقط با عکس و ویدیوهایت مثلا مشهور گشتی به همه معلوم است. آیا نقشه در یگان فیلم اشتراک کردن یا که در یگان کلیپ اشتراک کردن رو ندارید یا آینده مدل شدنی نیستید؟ اگه مدل کو شدنی نیستم. برای که اوچم میره پروچ فایده که مدل نشم. مقابل این است. انا در کلیپ‌ها یا یگان فیلم اگر کلیپ‌ها ده ها اگه بسیار دعوت کردگیان کلیپ‌ها ده اگه بازی کرده استم اگه در یگان کلیپ بازی کرده؟ ها اگه نه کردگیان باید و یک برویه در کلیپ کدوم؟ مهرنگار مهرنگار رستم. بله. بهترین. خب امیدوار هستم که در آینده ما تو رو همچون مثلا یک بلاگر نه بلکه همچون یک نقش‌آفر در فیلم‌ها یا اینکه در کلیپ‌ها نیست خواهیم دید. تشکر زیاد. خب برمیگردیم به مهمانی مخصوصی امروزه خود قدمی قربان. سوال طرف چپ رو نه بدبخته سوال با شما است. بگو خب بقیه قدم بار دیگر خوش اومدید به برنامه ما که وقتی خود دریغ نداشته. یکمین ویدیو که مردم از روی آشما رو بسیارتر شناخت مفلس گشت دوست داشت این همون سرودی با اصطلاح سری پاورمند بودن بسیارتر مردم شما رو از روی همین سرود شناختن. خب در برای تولید این سرود میگفتید ایده که بود عموما اما سرودهای شوخی که مثلا شما میسرایید ایده از کی است متن‌هایتون رو کی مینویسد از کجا همه فکرها در سر شما میاد؟ ما خیلی که انا با موسیقی سر کار داریم باید جیان داریم وقتی میگم و هم پسرنده مفیزه بعد مولتیپل دورانه اسباب ما آواز مثل موشین همه جاندو پندور از راه موشین مثل آواز دخته و خانده و همه چیزا داره چشت نجقه و سوزه همین چیزا را ضبط کردیم در یمه همین جیان بخشی رو ضبط کرد بعد من بالای کامین من چی را چکنم رواد ممسوده سر پاوروتا میگه که بعد همون را سر پاورو و اوشا چی میکنم ایام خیر رفتی همون سرود خونی ده میگه که اوشا هم میکنم هنوز همون روشا بودی میکنم همین ایده خود از سر شماست کجا میاد؟ مادم این صحنت همین خیلی میشود دوش که منطقه در شهر خوب سرود پیدا میشود من تاریخ دهی بودم همون را اگه او را طرف میشینوسی نه تایوری شدیدگی هم خیلی چیزی نه پیدا را خوب نمیشه می خیلی روش کارم میگیم هم را مینویسیم برای که همه وقت با همون فکر کسابتی قطعی همون سر کار داریم نه این دختوانات میگه که میگه اینترنت ده فکر میکنی که پگه ایخه کدن در کار ایخه کدن در کار همشه پیشکی چی میکنی؟ ایده همی شاو خومره ایده از اومدن میگیره کدوم کار کسابه که نباشه کن زحمت کشی شو بله بخیر بینمون نمیمونی خب اکی قدم شما از کی با سراینده بودید؟ ما همه برنامون در استادیم انا برامدم ده بودیم که سال 86 همین طلبه بودیم مطلب نیونا اون سالای نوزی انداله میدیم اون سالای چی بود؟ بوستون بود سالای بوستون بود همینجا ما با کردیم اون وقتا باید که در همین سستر انسان بوده اما مکتبون چخیلی مکتبونه و چرونه هر کس خودش موسیقی را می نموده اگر کردونه که نمیتونستیم اینجا خیلی
اجازه نبود که مثال حافظه تویگر بنوزه موسیقی را بسونه برامد که یا معلم موسیقی بنوزه کار نبود ما کارمون را بودم با طلبای مثال خانمان بودن هم چی هم سنفون مثال هم بچه هم طلبای مکتب دتور می نوختن، تاولاد می نوختن، دویران می نوختن میبرم هم هم تایید برآمد میکرد بعد هم سالی که هم برآمد کردیم انا سرود یکا خوندم با کردیم بعد از اون جوری 10 خول میبرم جو یکم 10 خول خولی اصلا بلند بلند 10 خول بود وقت که گرفتم گرامات هم بود من 10 هایتون گرامات اگر تاگی نمیم بعد هم اسمان شد شما از خوردی سرودهای شوخ میخوندید؟ یا سرودهای شوخ بعدم تجربه؟ هر وقت شما تره شوخ بودم اینم نوکی رفتم من دکتر گذاشتم دل مثلا دیدم تو هم دل مرا ببینید دیدن که دل من نرمال زیاد کار میکنم برای همون به توقع میشم سحنه دم میبرم خیلی قپیله نمیتونم در شعرت میگوی دختر نگو برای چه؟ این سرود خیلی چیزی که همون چی نید گفته گیا؟ نه نگو و هم چیزی که همون شوهر که پیشنهاد کنه خیلی مجبورم بخونیم برای گپ بسیار میگویده دختر نگو سر پاورات شوخ طبیعت که هستن به همین خاطر اخی قدم خدا گفته که من از خورده شوخ طبیعت ما وقتی همین بودکم رو سیگم در مکتبم و در خدمتم انا مثلا بعدی با ما وقت هم تاری در اویلا ما هم کامیگون خدمت جدی بگیرم نمیتونم مادامی که اینقدر شوخ طبیعت بوده بیشتر کی رو ناراحت میکنه پدر مادر یا در مکتب معلمه ها رو کی رو بسیارتر غم میداده ما رو سیگم همون معلم بیزور شدگی بودن تافی پیش همه کشیدم و بعد همه شجره قسم دادم گفتم ایدم من روز پیش دایرکتور بیره رفتیم کابینت دایرکتور دادم من گفتم که معلم ممکنه استاد ممکنه مورن هم بچه موقع میکنه تو صنف دایرکتور من نفهمیدم و بچه دایرکتور که صنف دخترم مشتاقی شد و همه ندادم بعد همه شکم سری دادم خیلی عوضی نبرودش یعنی شفی همه آدمانی که خولیگانی میکردن شما بودید؟ این همه در همون پرتاب دورم می‌نوختیم باید می‌گفتیم پرتاب میشکست زن می‌زدم با می‌رفتیم عیسی می‌خونیم پرتاب سوزی اکه قدم شما بسیارتر سرودهای شوخ می‌سرایید از عهده خواندن سرود جدی می‌برید؟ ما همه طرف همون که در چی خوندگیم که جدی خوندگیم در برای مادر وطن هم شما همین گفتم که وقت که رادیو در قطعی مونی فایزگل برآمد که مادر برنامه ما را تماشا کرده باشی در رادیو؟ شما روز در رادیو دیدیم شما تماشا که من خیلی حیران شدم که یکم برای رادیو در برآمد کردم تلویزیون داشتم دیدم امورا صبح که شوخ طبیعت بودن همون جادم رفتن در مدن نگاه که هم میگه خیلی همه آدم شوخ باشی برای رد هم یکم پرکلوچین میشود همون جادم اون ساعتی باید 6 همون جادم در استودیو ما را نگاه داشتن برنامه سر میشه پریمو افیره همین دید فاجعه تلفن کرد که بچه تیز که انا دیر شده سن مو باید اون ساعت دام جاشیم اونجا داخل پریمو افیره کن هی هم را ریمون کیسه بودن و میگم ماشینمون تایل لکو کرد ماشینمون تایل لکو کرد خیلی شگفت خط میره خندیم کلانیم ماشین شخصی خودت من جوان ماشین چی دار میرم در تراله بود فاجعه مرا گذاشت بچه دیر که زدیم سکور داده سیم بچه دیر که من که ایسنی تراله بس نگو که سکور داده سیم کجا میرم آبای دیگه خاندی دیگه شوفر قطعی سکورس مونده ماشین رو دبوشیم رفتیم برنامه را شکیم با یک شوفرمون از
عهده خواندن سرود شوخ میبراید، از عهده خواندن سرود جدی میبراید، از عهده خواندن رپ چی؟ رپ؟ اون رپ های ما یاد گفتم که یا در رفتی برنامه میسن؟ اشاو چکو میکنید تا مارادوش که مارادم نتیا سابینا بگی قطیش گم بزا چکو میکنید بگی شالو راسا سالو میباریم میگیریم فاسونش میکنیم بعد میگیریم خونه میباریم بگی خیلی نیست چوچه چراغ چق بهترین تشکر زیاد. خب واقعا یک لحظه خوب است صحبت با شما. برمیگردیم بازم با سابینا. سابینا، من پیش از برنامه با صفحه تو در اومدم، اون همه ویدیو و عکسای تو رو دیدم و هر یک کامنتاری رو من خوندم. در زیر مثلا عکسای تو، ویدیو رولیکای تو، هر یک کامنتاری که مخلصانی تو یا اون نفرانی که دیدم میکردم از صفحه تو مینویسن، بسیاری اونها ایراد میگرفتن از لباس پوشی تو، از ویدیو رولیکای تو، از مثلا میکاپای تو و سخنان قبیح مینویسن. از خوندن همه اهمیت شما رو وقت داده نمیشه یا که اهمیت نمیتین؟ اهمیت من نمیتین، برای که هر یک обсуждение امو کامنتاری ها بعد مهمه. ایا خیلی بعضی هاشه چور میکنم نکی دیگه اهمیتشون نمیتین، برای که خیلی هسته که در دیرکت دیگه خیلی مینویسن، این خیلی خوب مینویسن در обсуждение دیگه خیلی مینویسن و بسیار هم خیلی میبینم اهمیتشون نمیتونم. من даже نمیخوام обсуждение که من обсуждать میکنم پارتون ویدیو را میدرم یا کدامش ساز نویسه ответ میتونم دیگه نمیدرم. вообще نمیخوام یکم تشه کی چی مینویسه کی چی نمینویسه. اصلا کم بخواتم اصلا ما آرامه عادت میکنه این دفلیشه عادت کرده این بخلو ما که این انجورانی سر کار دارم خیلی همه اون گاه پارشان باید فکر بسیم. خب تو جا میدونم که قدم شما هم در اینستاگرام صحیفه دارید کی پیش میبرد؟ ندارم داریم دفتوته نفر اون صحیفه شما رو پیش میبرد؟ اون صحیفه ایلکه بعد لکه یا صحیفه ایلکه همین سه تنه تریجه جالب تایا هم تری زدن شاعری خوب نیست کنم. یعنی خودتون حتی نمیدونید که در صحیفه شما کی پیش میبرد؟ دیگه کمی میبرن نمیدونم. همین برنش شیده؟ نه اما هم در نام دیواز خوب باید جهنده بشتن. سابینا رو چی وادار کرد که با اصطلاح بلوگر شود؟ تو بلوگری؟ بخلی نه یک ساشی چکتر بریم نفهمیم یعنی خیلی حافظی؟ غیر ما همه بودم یا رپری؟ غیر ما همه بلوگرم سودار دارزم ما کمی ویدیو کردم همین آدمایی که همین ویدیو میکنن کانتر پادپیچکاش بالا هست او فرق نداره که یا واین سینما میکنه یا ویدیوی هر خیلی همین پادپیچک ای 10,000 یا 11,000 زیاد هست او уже نامش بلوگر میشود برای که ما ویدیویی که ما میکنیم هر آدم ویدیو کردن نمیتونه در پیش کامera گپ زدن نمیتونه همو یا مدل شم یا حافظ شم یا ابیشنی آدم شم نمیتونه همه آدم در خودش جلب کنن نمیتونه هر آدم هم نمیتونه امیسا که ما میتونه بعد آدم هم خیلی میکنن که مثلا ما نمیتونیم شما میتونه الان جورا نوشی پیش گپ دادن برای هم میگن که بخیل نباشه تحصیل کار باشه همه مردم بعد هم بسیارش همه هم چی میکنن میکنن چی میکنن هم مرده هنر داریم بگید او مرمان مایدون آخه بسیار سوال میتونن که چی باید پادپیچکای شما همه زیاد دایده همین حافظای ما که همون آدمایش که شناختن میگه بسیاره نه که دلگرمیشون کردم دلگرمیشون کردم برای هم بسیار ملاگیشون کردم تمولات سر کار بعد هر تیار نمیشه که جواب سوال که انا خیمه خیلی خیمه بطوری هست چه که خب سابینا تو امروز برای بسیاری ها علاقه چهره شناخته گشته با اصطلاح بلوگر شدیم و همه تو رو میشناسن احترام میکنن آینده خودت رو چه خیلی دیدن میخوای یعنی در آینده خودت رو به حیث کی دیدن میخوای نقشه های آینده چی گونه است؟ نقش آینده راستی که من نقش آینده در فکرم نیسته هنوز آینده خودت رو نساخته ای؟ نه نساختم فقط همین شب خواب رو فکر میکنم که یا روز یا پگاه میمریم
ҳамин қашан фикрам дар сар мебиад тамом ҳеҷ дигар оянда яъне ҳатто мақсади ки шуданро не ҳеҷ мақсад надорам ҳамин шудан ҳам намехоҳед ба ягон ҳеҷ не ҳамин зиндагида ҳамин видео мепартонам хамхе агар ман ҳеҷ мақсад надорам на дар инстаграм на дигар ҷошда рафту шавҳар кардед агар батро нагзорад ки дар сайтҳои иҷтимоӣ розӣ мешавад конечно خیلی داشتم نفهمم میگه شوهر کنیم نموند شوهر سیاست که و خیلی خونه داد کار میکنی خان خیلی تموم شوهر سر گسیل میکنه تو بگوی در اینستاگرام میشنه دیگه در همجا کار کن نه که شوهر کده دیگه خود تمکه اگر دختر چی باشه خودم دیگه نمیفورد اما که تر دیگه آدمو بیننده بله مثلا با چه خاطر این صحبت دادیم که بسیاری صنعتکاران هستن که به خاطر صنعت از اوله خود دست میکشن خیلی باید صنعتی هم روشه خیلی نه اینجا خیلی که زندگی اگفتایی نباشه میگو که خیلی قدم زندگی نه که زندگی جورا نمیدونی که چند قدر عمر میبینیم چند قدر زندگی میکنم برای هم جای اول در بخت میسته خونه او همین دیگه این چیزا اینه همه یو برای میگذارم بوده چکله خود با پدر گلردور شد نگوی دنیا ده جب در مگشت من تلفن بودی که همین دیگه اگر قدم سروده که با همراهی مینو یک جا خونده دن دو یک بار این پیشنهادی که بود با شما؟ باردین صبوری باردین صبور از همین سرود از همین کلیپ که در یک مدت کوتاه از میلیون زیاد پرسمانت رو گرفت یگان فایده کلی با شما رسید؟ نه هر دختر ما میگو میلیون مرتبه یعنی بعدون ما یک جورابک نگرفتن تا با بوار نمیکنی یگان مبلغ حتی ندادن؟ نه آخی ما امروز ما بودی کردم هم سرود نخوندم سبت سرود متن سرود همه این برای شما بپول بود؟ چی؟ واه نه ما شاید تاوی کردم مرا پیشنهاد کردم من رفتم خوندمش رولا بودی کردم تموم بعد از معروف شدنتون در زندگیتون یگان تغییرات شد؟ گفتن که از مرکز شهر برای خدمه قربان یک سیخونگی خریدم خونه محله رو ترک کرده با شهر اومدن اولی شهر نگفتم سیخونه خریدم سیخونه اگر برای تو همه گناه پیشنهاد کنم دیه رو ترک میکنی؟ دیه جنا نه خیلی گلکون بچه من بیان آودی بیان اکر دیگه امر مو سهنشه چی که اکرون بیان بچه گفتی گپو این که اگر ایو خیام؟ اگر ای کور بازار شو جاده این گپو اگر امو ولی لیکن چونکی بالکی اینو پایمانده که این کور بازار کور بود نمیشه با من میگم الان میگه که برن اون فلونده سیخونه کرد چه بعد در برنامه میره میگیرم هم سکلیتر رفتون قدم رو برای اشتراک در یکان فیلم حجبی با همراهی میستر بین دعوت کنم میستر بین مدادی زنده بخیر رفت فرض کرد سبینه پول پرست هسته؟ نه اگر قدم برای اشتراک در یکان کلیپش دعوت کنم راضی میشوید؟ دیر ببیو بعد این در کلیپ دارم در بودنم میکنه انا در نزد چندین هزار نفر بیننده وعده دادن در کلیپ نوبتی میتونید که دعوت کنید چی مقصد امرا بکشید؟ برگرد بیسید چیکار کردی بود؟ شرمه چی بید؟ نه کنکره نگم یعنی؟ کنکره نیا تو معمولا فره میکنه یعنی سودا کسی ما فره بد میکنه نه کارو تلای خواهی من کانسرت کردیم کانسرت مونده همش وعده داد همش نه اشتراک میکنه تمام در زندگی چند بار عاشق شده اید؟ فقط راست در زندگی؟ باید نیست؟ بگم باید نیست دلی تر در زندگی دو بار شلیکامو قصر کنم؟ دو بار آیا میدانی که تو رو همه دوستان اسیا بیان همون صفحه اینستاگرام ها احترام میکنن؟ میدونم رفت و 10,000 سامانی برد کرده چیکار میکنی؟ نمیشه مرمت نمیشه گرفتنیه میتونه با
دایجا چی نیم شایی میگرفته با اول برنامه میداد ایمده دلی تاکنی 10,000 سومان چیکار میکنی؟ 10,000 سومان نمازی پول نیست نه گوش که بی 10,000 تومان این چیزی یا رئیس بدن اما چند تا یوردم میتونم خب با فکر ترا میگیرم یا رئیس و خونش رئیس ماگن تش تایی بعد یکی بچهش مایده دوید هم یا خیلی اکنی نوشتده خونش و تو نه چون میگه مرا پاسم میگه سیسم دست ما چکو میکنی مای نیستم نجیبک شی اقسم داشتم اما اقسم که مقصد پازوادی نشم میگه و تمارا پاسم میگه سیسم دست ما چکو میکنی مای نیستم همین میگو اما اسمی همین اما گفتم رنگ روز پر کده جنگم کم مونده فول پرسته انسان پیش حتی نمیشه اسم پانچ خیلی میگیریم پول پرست خواهد زده با بین همه بروی هر مونده هر مون تحصیلش میگیم ادامه اگر سابینه اگه جوانی کم بیزواد رو دوست دارد قبول میکنه؟ ده اگر از دهه باشه چی؟ از دهه؟ دست برامدن هم چی با نمیتونی بگی ریمون چی که تبوبات که ساده همه آدم و خودی مشونه کنه را داره ممکن که خیلی اتفاق خیلی اوخی اکی مقصد دهه ده کار بسیار هست هیچی نمیکنه او بچه دیگه بعد شنبه میاخه بعد میاریشه؟ همه دی ها قبولش میکنه از عهده خروپزی و لباسشوی میبرید؟ با پرگی نه ماشین جمعشوی خطا خود نکنه اوقات بسیار اوچا میکنه که اوچا میکنه لباس اکی ماشینا میشوه خودش کانکول آنه؟ خودت کانکول اوخی نکن تو باید برای پشتی ما بگیری اوخی نه اوقات اوچا نکنه پشو کنه پشو شوال میشه تقید کانکول برای همه تلفن بازی میکنه یه هم کوره یکم بار در دکدان آموخته؟ در دکدان یک بار در مایده بودم تامی که چست بانم غلطی همون به عقلش خوب بوده کلان شد واقعا نمیپاده نیچ خوب از عهدهش برآمده دو خوبکه ده نمیپاده بگوی صوف نقلده دو خوفکه را با پختم نمیگم دو خوفکه را قطعی نام سوزاندم دو خوفکه قطعی نام سوزاندم نگه ربوش کنم بگم خوام برده آقای پرهنر بوده است خواهش ها بودم راست است میگن سبینه خط چند؟ این حقیقت ها حقیقت ما حقیقت اگر داریسی راست است میگن سبینه در یک نقشبگی مای گفزن خیلی؟ خیلی هم سوال بودی هم در بزنیم دیگه از چی که رسیم شما راست است میگن سبینه در یک روز 5 مرتبه خوراک میخوره استغفر باید برشه بازور میخوریم نه 5 مرتبه نه همین ایخوام میخوردم خودش ساعت 3-4 راجع 5 میخوردم تو این ساعت 5 بگونی میخوزه اجازه مولا دیده استانه چی تشیده خود امروز برما خیستم بگیم امروز برما خیستم و بی خواب دارم جه خیلی باید رای سری همیدیم میخوادم این سوس میکنم که خودش ساعت همی با 6-7 میشود نه که ما هم همین مسکوه را نه شا فهمیدم نه روب شا فهمیدم الان خوابم مسکوه هم خیلی میکنم همین پو رژیم ما همینجا وایران شد رژیم علیش میکنه ده میبینی ساعت چه میفهمی نه با دهوش چه میفهمی هیچ شا نه نمیفهمی شا و رو چه میفهمی خب تشکر زیاد نوبت با اکای قدم خیلی نباید تامیم بوده اکای قدم در جوانی یکان بار از یکان دختر شپوت خورده ایکی؟ از یکان دختر شپوت خورده دختر قاتل میگرده که شپوت بخورم هیچ که قاتل نمیگرده ایکی شتا بخورم مرا با التماس گرفتن بوی شپوت نخورده چند بار پولهای جایبی خود رو از آن پنهان کرده خیلی؟ تای خوش پولهای کردم جایبی خود رو تای خوش کردم سرافان دارم تای خوش کردم برای خانم چای داشتم برم یه دیگه کار نداریم هر خونچه دارن هر بلکون در پوپشیم هر فوقی مکتبی شد نه اونجا آخه بچهش تگه بچهش بود تگه که بیایی نه بچهش تگه میگه میره اوچاشم میگه بیایی کمرم میگه نمیگه شکر مکتبی شما دفتن نکن میگن که با منو عاشق شده راسته ای؟ دلی تاخم ما هم نگاه خراب بودم ندادم
ما همون رو بازی کنیم همون چی را بازی کردگیم در گفتی با پوکی نمره تلفن یا دیگر نمیدونیم که تا صحبت کردیم صحبت کردیم برای دوست داشتن شهر نیست صحبت کردن آدم از یک نگاه داریم من یکم چی دوست پوست نداشتم هم قدر با احساس با ابراز محبت کردی که هم رو باید این نگاه که همون سینه را باید کن همون خیرون را بدرون که هم خیلی باورت کنن آخه اگر نیدیدی برمون چند قبل بلنده قدش آقا قدش بلنده شما دوزانه درست است؟ خیلی؟ دوزانه درست است؟ قبیدیم تا کی میگه زن دارم؟ اگه خبر تیسم یادانه با التماس گرفتم نمیدی؟ تن نمیفهمی؟ او جور خیمون دکو اینمی کلچکری را بیزور شدیم از خود میرسیم و دخترون میرم او سیاه گونش که نمیگیریم مویز سیاه در مگزین ها بازارو در قیمت هست کاش سیاه راحت جون هم خلاص هست نمیفهمن اوکی نمیفهم اون با همش پشنش داریم همش پشنش در مکتب چند بار رسید خود قلتیده ای؟ من اول ما هم خدمه بدم که نه درس پیش ای مالی موضوع را چکار هم نزید سردار سیم بوده؟ هم سردار سیم بودم هم زور سیم بودم هم خلیگان سیم؟ خلیگان هم زور بودم که چند بار بهای دو گرفته ای؟ کی؟ راست شب گو جوران موشی اول دم گرفتم دریا میکم با نه با خرشیدم دم گرفتم یا پارو نداشت تو خام یاد رقم دو بخور تخمی مرغ بالاه نشما چی میشه؟ چلی؟ تخمی مرغ بالاه نشما چی میشه؟ فرزند مر میشه بسیار حرف زدن رو دوست نداری؟ نه اخر بکنیم خوب میکنیم نمیفهم حرف زنیم بسیار حرف نمیزنی؟ ما همون حرف زن در کدام میتونیم بکنیم همون دوستو قدیمی شینه چوش تصبان میکنی خیلی در میزود هم وقت این اولی نمی مخلصه و بسیارش چی میکنن که و ما هم سنت کنیم ما رو بود نیستیم که همه وقت میزود من اصلا خوب نیسته و ما هم زندگی داریم پسی باننده شکست ریخ داریم یعنی بچه هم دو اما در اول همون دو مطلب چیره شبو بیم ملویم اول اتای دلش مدرو که خیلی مومنه احساس که باید خطیلی ها بزن هم یه خیلی همه آدم هم نمیشنسه نمیدونه ارپش خوش هم که گپاش میبافن که ای خیلی اگر هم آدم هم ندیدن همی فقط صورتاش در همی چیزو دیگن در موجود در همی اینستاگرام در چی در پسر بعد اپوی ما بطی میکنم اخیر قدم میتونید برای سبینه دونی سرسون کنی کو مرحمت کش میکنم یک دسته سبینه تسیری دهایی سبینه شام بیایی شب رو بردی دیم جایی سبینه تمستی بهایی این عبی سیاه میسالی جایی من هر جا بیروی داغی که در جانی من هر جا بیروی آبی هم پیش آیده اینا بیروان بیدری گریانی من صبرینت سیری دلهایی که اگر یکون خطوگه بخشیشه همون خطوی کارشون باقی همون بخشیشه کم بودی ما این کارتش هم خیلی خانواد باشون سربان باشون خوشبخت باشون تشکر زیاد که قدم خب بیننده عزیز و زکی ما میگذاریم با بخش سومی برنامه چهره آشنایی. در این بخش در روی میز شما دو تا کنویر گذاشته شده است. در داخل کنویر یک تا ورق گذاشته شده است که در آن 4 تا سوال با شرط آوردگی است. کنویر رو میکشوید و هر شرط و یا سوال باشد با آن جواب و یا اجرا میکنید باشد. شرط با شما فرمایید. خودتون میخونید، خودتون پاسخ میگید. شروع میکنیم از اکای قدم. بسم الله الرحمن الرحیم
همون سمپون رپری پاپری ما بودن میگه رفری من دادگیم خیره فکرم که زور میشه به روز بعد همونه کویش چی نیستم دادیم بالا میخوان تا برای تماشابینم ایام شود. سرود دوم خروجم علالا ها سرود دوم خروجم علالا را بخوانید. سر بود میگیم بیا چیزی من میگم تمام میگم نول خروجم علالا نوری خروزم لالا نول خروجم علالا ماما میشه بگم نوری خروزم لالا دشوار سمن اینجا نبدم خانه خانه رو با بسوزم نبدم خانه ینگه رو با برم نبدم خانه بابای رو با برم نبدم خانه چی؟ دروزه مخی جدا اود ماست اینجا بلان بیا درش نیا وقت که همین اوز بلان که اومد کنم درش میه اوز من همجا واقعا کنم بو میگه ای کاره دیمش ها؟ این سوال چه در داخل دارم؟ چی سواله؟ از سبینه یکون خواهشی اجرا شونده رو بخواهی از سبینه یکون خواهشی اجرا شونده رو بخواهی دکنم باید کوی خوف آبیارو یکون خواهشی که مثلا در همینجا امکان اجرا شایش هست. خیلی تا چی خوریش کنیم موقع نه؟ بخیر رقصینم تمام لویمه که تمام بخیزم ناسنجی خیلی جو دبران یاره دی جانم یاره ناسنجی زوره یادن همه سینه برم خب تشکر بسایی سیو میگذاریم. برای سبینه توفه در کنه بوده رو بدهید بجان دیگم نیست کوچی باشه دیگه کوچی باشه اوجا واه سبینه ککا تو آورد با دیگه تو آوردم همه ککا رحمت ککا میشه بکن که از سبینه ماشین چی نویسته یه؟ سوالی چهارم بلند بخوان آخه ما بفهمید فکر کنی که با سبینه عاشق شده و با او امروزی محبت کنه چنانه که با مینا گفته بوده مینا در چی گفته؟ من میگم اینجا من دوستم سبینه میره یا امیرایش بعد تو بگو های نکنی گده عینک نگاه دارم؟ ها گام بلند بگو سبینه میره یا آنی امیرای همه نگاه دارم؟ همه نه تو بگو های نکنی گده سبینه میره یا عینک نگاه دارم؟ بلند های نکنی گده با بلند بگو سبینه میره یا عینک نگاه دارم های شدون ما خلاص چی میگه جای ما خلاص بگو واقعا تشکر زیاد. خب سبینه نوبت به شما کندید رو باز کنید و سوالون رو بخونید. این کلش هم قصاق که گذالر ده باسا کنیش که چیه؟ کی خونه بیده مخواه از سوال یکم از قدم قربان یکم تقلید کنید بکن بکن یه اون هم نمیدون تجاری بکن کن خواه کن
بکن خیلی آخم خیلی بگینی خیلی بگینی ای آخم بگی هی خیلی ای بلند ای با او دیگری تو پدموزی کامرا و هی همین را دیگه توی بردن در کن همین را بردن در کن قد خوشنا گفتن که با دو مصرع سرود از سراینده دوست داشتهتان بسراید همه سراینده آمده معقولن که کدامش بخونم همین هی را بود دامون شد دامشو نمیدونم دامون شد گفتن خیلی و سونه که ای بای نگوی ها بای نگو دو مصرع همه فیزور را دوست میدارم فرق نداره خیلی فرق نداره یکم دگونه بگم اگم دگونه میخونم کی جانا باشه کی را بخونم آخی؟ یکم حافظه کی جانا باشه او جانه باشه؟ می باین خیلی دانا باشه باین خیلی دانا باشه باین خیلی داخل هیچ کنه سیمه بودیه Alayar, alayar, dağ dağ ay dili zor, dağ ay dili zor. Alayar, alayar, ala ay cabri gamış, çok ay cigarum, çok ay cigarum. Alayar, alayar, hey. İbo arabada güzel. Dağımı şarkıda bir şey. درشی با اشاره ابراز محبت کنید با اشاره گوش که قدم سر به سر میبینم خیلی اشاره محبت با اشاره آخی دلشان دادی و بای خیلیش کردیم مقصد که زنت بینه بگه که یا چکده سن ها گنگه گوز کده سن خیل نکنه ده ها کریش خونه را میشم تی خیلی بگیم نگاه نگاه آخی همیشه با اخیران چی تا ها؟ اخیران شاید اخیران چی ها؟ یگان لطیفه شوخ گوره نکی لطیفه گوری دسته استم همین لطیفه تیار میگرم برمون فرموش فراموش میشود چی با؟ همین ما را نگاه میکنن موجوده؟ همین را خشیوه نگاه کنه گفتن نمیتونه خیلی یا تمگو همی بخنده نمیخوام بدانم کاروچ افندی هستم شگون میکنن و میگه کدوم بیا پانس مش میتم خاکی یافتی پانس ما میگیری تمام؟ تمام خواهدش که بخش دیگری ما با خاطر اونه که تماشاگیر در نوبت شما معلومات خوب گیرن مصاحبتی فقط خوش اومدن به طور کوتاه حسابی باشه اگر قدم خوراکی دوست داشتن همین فقط خوراکو میگه ماشین دوست داشتن او که کرمان او پیشتر حیوانی دوست داشتن حیوانی دوست داشتن یه حیوانی دوست داشتن نموشم گو و شیرش همه خیلی نموش ساده دیگه شهر دوست داشتن شهر دوست داشتن همین شنبه دیگه کجاه با کی تاجیکستان. دویت سرویدن رو با کی؟ ها کمش روزی شما سبین قطعه ها بکسم خیلی کدام
انا قط میگذارم یا بالوش می کدام خصلت خود را بد می‌دانید؟ خصلتی یکی همون فیلم باید نیست آخرا خودم بسیار دوست میدارم بعد نمیبینم با دختران قدر کلیم میکنید همسرتون رشت نمیکنه؟ زنتون رشت نمیکنه؟ خب کنم مخم خونه دا نباشم این چی میدونم نه اون چی براش میکنه اون زندگیش همه یکون دوی قدر صنعتکار یکون رنگی گفته گپا صنعتکار شد اون آدمو دیگه خیلی چی فکر میکنه این طریق گپ نیست صنعتکار رنگ نه اکا دودار خواه نمیخواه برای که برای زندگی رزق روزیش همون اگر کار قدم در رفت برنامه من یک چیزی رو احساس کردم برای چی که شما در همه برنامه و در همه کلیپ رو کنسیل کردن با همون یک ساعتی هم مشکل ساعت هم چلا این ساعت چلا من فیلم سوان نام دیگه کور نمیکنم میشه لابد رو سعود رو درست آود آمده زب دارم نه یکی چند سال شده هم در اسم هردشا چشمیتا تیز بدن انا کی خلاکی یک مختداری های سودار مختداری های دیگه چیزو را دیگه ساعت چلا را میکنم تاری خیلی دیگه خیلیت میکنم اینا یک آدم کمبغل ده همیدی مشکلیسه کمبغل ده و کمبغلی دلش هم میزنه بعد یک کس میگه ما چطوری کنیم بایشم میگه برای پیش بینه میدونه تا کی بای میشه چی میشه بعد میره پیش بینه که میگه که کمرا فول بگیم ما کی بای میشه میگه ده سلفه است میگه بای میشه میگه نه هم کمبغل مختلفه ما هم اکو مختلفه هندستون داره تاری تو یک تایی توش نتی ها سابینه با مختگریه خب رحمت سابینه میگذاریم با شما گلی دوست داشتتون صدبرگ رنگی دوست داشتتون سرخ سیاه خوراکی دوست داشتتون توپا لباسی دوست داشتتون میلی ماشینی دوست داشتتون گاز 21 نال پیاده توفایی که انتظارش رو داریم ها؟ توفایی که انتظارش رو داریم نمیگم تو مخفیز فیلمی دوست داشتن چی؟ فیلمی دوست داشتم لوبوف بسلوف مشوکی دوست داشتن کنشت ارتسکاله راست است که بعد از برنامه با صرفه قدم قربان آبونه میشوید آخیش میگه خودم نیسته برای احترام مخلصی نه و هم کن باشم 500 میکنم کن باشم من نمیدونم نمیدونم ما همون چیز نداریم خب تشکر زیاد برای اشتراک برای یک صحبتی جالب بود دیدن اگر یکون خطوگی بخشیشه همون خطوگی که باشم بخشیشه همون بخشیش روشه کم بودی در آخر برنامه برای مخلصان خود چی گفتنید؟ من بگوتونم تو نمیدونم گفتانی هم که سربلند آباد باشه خانه آباد باشین سربلند گپ باشین کوچولو خوشبخت باشین بجای دکی باشین خداوند نگهبانتون باشه انا بیرود دیگر نباشین اما وقت انا سرسر خونم باشین در همین ترکستان جون همه وقت سربلند همه در سربلند باشن که ما را فراموش کننده گپ ما را فراموش کنند نه یک ما هم یکم مسلمان هم گفته گپ ها که یک صنعتکار هم خیلی که کوشش میکنه که دل یک مسلمان ها خرسان کنه هم دی هیچ وقت در روی بد نیست فقط کوشش میکنه صنعتکار خودش درای بد نیست اینه که مخلصاش درای بد چی میکنند کامی که جورا سخن قوی میگه رفتاری اولاد میکنه او بخشه اول بیستخشه و نه دفعه بینه مثال وقتی ما چی گفته ایسم همه دی همه یک کس مثال در بین زندگی نیست حتی همون تو رویه نداری نسبت همون نمیدونن که چه خیلی زندگی در تو زندگی داری اینه که گپای هم خیلی چی میزنن حیران میشه که من زندگی در نیست اینه که من را میگن که تو زندگی داری برای اینکه ایما در بلند شدن که فراموش کننده این گپا را و ما با هیچ که بعدی هم نداریم انا خدا اول ورالتا ما خرسان که گپ ما را گپ میزنه نه؟ تشکر زیاد بود دیگر با شما خواب بیننده عزیز در همین جو برنامه نوبتی
چهره آشنا رو حسنی انجام می‌بخشیم و امیدوار هستم که تا برنامه‌های دیگر تنسیه و دو مصر از شعری یا سرودی شد از قدم قربان برنامه امروزه خود را حسنی انجام می‌بخشیم تا برنامه‌های دیگر خدا آه. ایتا هم با هم جمعو فرم میدونم کلیسه خونگات میگی 10,000 عمل خون آخر شبا دیگه بچه سرود چکنیم همین دوی سرودمون هم میشنوم محبت جهری جانی جهان است محبت برقی چشمی عاشقان است با گفتی قدمی دل داده ای تو در آن یک عالم من میهانم عاشق شدم عاشق به تو سومن سامین چه هست مفتی پس همینه؟ نه این سرود رو تمام مخلصان عزیز تماشابینان محترم با کانال تاجیکان گروپ ابونه شوید با کانال تاجیکان گروپ ابونه شوید خیر